به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع می‌کنیم. عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست. مواجهه با اندوه و فقدان در فرهنگی که اینها را بر نمی‌تابد. نویسنده مگان دیواین هستش و مترجمان سید سارا زرقامی و آرزو مومیوند هستند. انتشارات میلکان در سال 1397 این کتاب رو چاپ کرده. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با همدیگه کشفش کنیم. در فرهنگ ما، فرهنگ امریکایی، شیوه برخورد با سوگ معیوب است. گمان می‌کردم در مورد سوگ بسیار می‌دانم، چرا که حدود 10 دهه می‌شد که روان درمانگر خصوصی بودم. در طول این سالها صدها نفر را معاینه کردم، از کسانی که با مشکلات اعتیاد به مواد مخدر و بیخانمانی گرفته تا کسانی که از ده‌ها سال قبل با آزارهای جسمی و ضربه‌های روحی و افسردگی دست و پنجه نرم کرده بودند. کار من در زمینه آموزش و آگاه سازی نسبت به خشونت جنسی بود و به مردم در مواجهه با بعضی از وحشتناکترین تجارب زندگیشان کمک می‌کردم. تازه‌ترین تحقیقات در مورد دانش عاطفی و انعطاف پذیری را هم مطالعه می‌کردند. من به این مسائل عمیقاً اهمیت می‌دادم و احساس می‌کردم کار ارزشمند و مهمی انجام می‌دهم. تا اینکه در یک روز عادی و زیبای تابستان 2009 غرق شدن شریک زندگیم در آب را تماشا کردم. مت قوی و سرحال و سالم بود. فقط 3 ماه تا تولد 40مین سال زندگیش مانده بود. با توجه به توانایی‌ها و تجربه او هیچ علتی برای غرق شدنش وجود نداشت. این اتفاق تصادفی و غیرمنتظره بود و جهانم را از هم پاشید. پس از مرگ مت می‌خواستم هر یک از بیماران را فرا بخوانم و به خاطر نادانیم عذرخواهی کنم. اگرچه در کارهای عاطفی بسیار مهارت داشتم، اما مرگ مت دنیای کاملا متفاوتی را برایم آشکار نمود. هیچ کدام از دانسته‌هایم در تسکین فقدانی به این بزرگی کارساز نبود. با تمام تجارب و آموزش‌هایی که کسب کرده بودم، اگر کسی می بود که می توانست آماده مواجهه با این نوع فقدان باشد، آن شخص من بودم. اما حالا هیچ چیز نمی توانست مرا آرام کند و هیچ کدام از آموخته‌هایم اهمیتی نداشت. و فقط من اینطور نبودم. در سالهای اول پس از مرگ مت کم کم انجمنی از افراد سوگوار پیدا کردم. نویسندگان، فعالان اجتماعی، استادان، مددکاران اجتماعی و دانشمندان حوزه‌های کاریمان. این گروه کوچک ما که متشکل از بیوه‌های جوان و والدین سوگوار از دست دادن فرزندان جوانشان بود، به خاطر تجربه مشترک درد در کنار هم قرار گرفته بودند. اما فقدان تنها وجه اشتراکمان نبود. هر کدام از ما در سوگمان احساس کرده ایم، قضاوت، شرمگین و تصفیه‌مان کردند. ما برای هم داستان‌هایی تعریف می‌کردیم که چطور تشویقمان می‌کردند که دیگر به آن فکر نکنیم. گذشته را پشت سر بگذاریم و در مورد عزیزان از دست رفته خود صحبت نکنیم. ما را نصیحت می‌کردند که به زندگیمان بازگردیم و بهمان می‌گفتند که حتماً به آن مرگ‌ها نیاز داشتیم تا یاد بگیریم چه چیز در زندگیمان مهم است. حتی کسانی که سعی می‌کردند کمکمان کنند، نهایتاً به ما ضربه می‌زدند. توصیه و نصیحت، حتی زمانی که با نیت خوب گفته می‌شود، تحقیرآمیز به نظر می‌آید. انگار چنین درد بزرگی را به جمله پشت کارت‌پستال‌ها تبدیل می‌کند. وقتی بیشتر از همیشه به عشق و حمایت نیاز داشتیم، هر یک از ما احساس می‌کردیم تنهاییم. به خوبی درک نشده‌ایم
مورد قضاوت قرار گرفته ایم و تحقیر شده ایم. البته به این معنا نیست که مردم اطراف ما می‌خواستند بی‌رحم باشند. آنها فقط نمی‌دانند چگونه به درستی کمک کنند. ما نیز مانند بسیاری دیگر از مردم سوگوار از صحبت کردن در مورد غم و غصه‌مان با دوستان و خانواده دست کشیدیم. راحت‌تر بود که وانمود کنیم همه چیز خوب است تا اینکه بخواهیم دائما از سوگ خود در برابر کسانی که درکمان نمی‌کردند دفاع کنیم و به آنها توضیح دهیم. به دیگر افراد سوگوار روی آوردیم، چرا که آنها تنها کسانی بودند که با سوگ حقیقی آشنایی داشتند. غم و فقدان برای همه اتفاق می‌افتد. همه ما در زمان دردی عظیم احساس درک نشدن را تجربه کرده ایم. همچنین در مواجهه با درد افراد دیگر درمانده کناری ایستاده ایم. همه ما دنبال کلمات گشته ایم و می‌دانسته ایم که هیچ کلمه‌ای هرگز نمی‌تواند چیزی را درست کند. هیچ کس نمی‌تواند برنده شود. افراد سوگوار احساس می‌کنند کسی درکشان نمی‌کند و دوستان و خانواده نیز در مقابل غم احساس می‌کنند درمانده و احمقند. می‌دانیم به کمک نیاز داریم، اما واقعا نمی‌دانیم باید چه چیزی بخواهیم. با تلاش برای کمک به دیگران در واقع در بدترین زمان زندگیشان اوضاع را بدتر می‌کنیم. گاهی حتی با بهترین نیت هم کارها به هم می‌ریزد. تقصیر ما نیست. همه ما وقتی ناراحتیم نیازمند محبت و حمایتیم و می‌خواهیم به کسانی که دوستشان داریم کمک کنیم. مشکل اینجاست که برای انجام دادن این کار روش اشتباه را آموخته ایم. در فرهنگ ما سوگ نوعی از بدبختی است. احساسات وحشتناک و آشفته‌ای که باید در اسرع وقت مرتب شده و پشت سر گذاشته شود. در نتیجه ما اعتقاداتی منسوخ و قدیمی داریم درباره اینکه غمزدگی چقدر باید طول بکشد و باید به چه شکل باشد و آن را چیزی می‌دانیم که باید بر آن غلبه کرد و درستش کرد، نه چیزی که باید بر آن مرهم گذاشت و از آن حمایت کرد. حتی پزشکانمان اینطور آموزش دیدند که سوگ را اختلال بدانند، نه واکنشی طبیعی به فقدانی بزرگ. وقتی متخصصان ما چگونگی برخورد با سوگ را نمی‌دانند، از بقیه به سختی می‌توان انتظار داشت درست به آن واکنش نشان دهند. بین چیزی که بیش از همه می‌خواهیم و چیزی که واقعاً هستیم فاصله زیادی وجود دارد. ابزارهایی که در حال حاضر برای مقابله با سوگ در اختیار داریم برای پوشاندن این فاصله مناسب نیست. نظرات فرهنگی و حرفه‌ای در مواجهه با سوگ ما را از مراقبت از خود در این شرایط دور نگه می‌دارد و از حمایت کسانی که دوستشان داریم بازمان می‌دارد. حتی بدتر از آن، این نظرات منسوخ بر رنج و عذاب معمولی و طبیعیمان می‌افزاید. راه دیگری وجود دارد. از زمان مرگ من با هزاران نفر از مردم غمزده از طریق وبگاه هم کار کردم. سالهای گذشته را به کسب تجربه در مورد اینکه چه چیز حقیقتاً در گذراندن این طوفان سخت و شدید غمزدگی کمک کننده است گذراندم. در طول این راه صدای من تبدیل به صدایی شناخته شده در کشور و راهنما شده است. آن هم نه تنها در حمایت از سوگ که در روشی دلسوزانه و توانمند برای ارتباط با یکدیگر. نظریه‌های من در مورد سوگ و آسیب پذیری و سواد عاطفی از تجارب شخصی خودم و داستان‌ها و تجارب هزاران نفری گرفته شده است که تمام سعیشان را کردند تا موقعیت غمبارشان را از سر بگذرانند. با کمک خود افراد سوگوار و دوستان و اعضای خانواده آنها که برای حمایت از آنها تقلا می‌کردند، متوجه شدم که مشکل اساسی چیست. فرهنگ ما به ما آموزش نداده که چگونه با استفاده از مهارت‌های واقعاً مفید با سوگ مواجه شویم. اگر بخواهیم بهتر هوای همدیگر را داشته باشیم، باید مجدداً سوگ را در شرایطی انسانی قرار دهیم. باید در موردش صحبت کنیم.
باید آن را فرایندی طبیعی و عادی بدانیم، نه چیزی که باید از آن دوری کنیم یا با عجله از آن بگذریم یا آن را بد بدانیم. باید در مورد مهارت‌های واقعی مورد نیاز برای مواجهه با واقعیت زندگی صحبت کنیم. زندگی که به وسیله فقدان کاملا تغییر کرده است. کتاب عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست، نگرش جدیدی برای مواجهه با سوگ معرفی می‌کند. این نگرش جدید را نه استاد دانشگاهی که خودش را در دفتر کارش زندانی کرده و سوگ را مورد مطالعه قرار داده است، بلکه کسی که خودش در غم و اندوه زندگی کرده است ارائه می‌دهد. زمانی بوده که روی زمین به خودم پیچیدم و زوزه کشیدم. نمی‌توانستم غذا بخورم یا بخوابم و بیشتر از چند دقیقه تحمل خارج شدن از خانه را نداشتم. من دیگر در مطب روانشناسی مقابل مراجعه کننده‌ای که روی مبل دراز کشیده است نشسته بودم. بلکه خودم روی مبل دراز کشیدم و از زبان روانشناس‌ها صحبت‌های منسوخ و کاملاً بی‌ربطی درباره مراحل غم و قدرت تفکر مثبت شنیدم. من با جنبه‌های فیزیکی سوگ، از دست دادن حافظه، تغییر شناختی و اضطراب دست و پنجه نرم کردم و ابزارهایی برای تسکینشان یافتم. با ترکیبی از مهارت‌های بالینی و تجربه‌ام، تفاوت بین رفع درد و مرهم گذاشتن بر درد را یاد گرفتم. با تجربه شخصی آموختم که وقتی سعی می‌کنید با صحبت کردن کسی را از سویش بیرون بکشانید، این کار هم دردآور است و هم کاملا متفاوت از آن است که به او کمک کنید با سوگش زندگی کند. این کتاب مسیری برای بازنگری در رابطه امان با سوگ ارائه می‌دهد و خوانندگان را تشویق می‌کند سوگشان را واکنشی طبیعی به مرگ و فقدان ببینند، نه وضعیتی نابجا که نیاز به تغییر دارد. با تغییر تمرکز از سوگ به عنوان مشکلی که باید حل شود به تجربه‌ای که باید بر آن مرهم گذاشته شود، به خواننده چیزی را می‌دهیم که بیش از همه برای خودمان می‌خواهیم: درک، محبت، اعتبار و راه حلی از طریق درد. این کتاب نشان می‌دهد که چگونه با مهارت و محبت در مدت سوگواریشان زندگی کنند. اما این کتاب فقط برای دردمندان نیست. می‌خواهد وضعیت را برای همه بهتر کند. همه ما در مرحله از زندگی سوگ و فقدان را تجربه خواهیم کرد. همه ما فردی را خواهیم شناخت که با فقدانی بزرگ زندگی می‌کند. فقدان تجربه‌ای جهانی است. در دنیایی که می‌گوید سوگواری برای مرگ کسی که دوستش دارید، بیماری نیازمند درمان است، این کتاب دیدگاهی متفاوت ارائه می‌دهد و تشویقتان می‌کند در ارتباطتان با عشق، فقدان، دلشکستگی و جامعه تجدید نظر کنید. اگر بتوانیم شروع به درک ماهیت واقعی غم کنیم، می‌توانیم فرهنگی حامی‌تر، دوست داشتنی‌تر و کمک کننده‌تر داشته باشیم. می‌توانیم آنچه را بیش از همه می‌خواهیم به دست بیاوریم. در زمان نیاز به یکدیگر کمک کنیم و علی‌رغم وحشتی که در زندگیمان فوران می‌کند، احساس کنیم دوستمان دارند و حمایتمان می‌کنند. وقتی گفتمانمان را حول سوگ عوض کنیم، وضعیت را برای همه بهتر می‌کنیم. آنچه در همه ما مشترک است، دلیل اصلی وجود این کتاب میل به بهتر عشق ورزیدن است. عشقی به خودمان در میان دردی بزرگ و عشقی به یکدیگر هنگامی که درد زندگی چنان بزرگ می شود که نگه داشتنش از عهده یک نفر بر نمی آید. این کتاب مهارت‌های لازم برای به واقعیت پیوستن چنین عشقی را ارائه می دهد. ممنون که اینجا هستید، که تمایل به خواندن و شنیدن و یاد گرفتن دارید. با هم می توانیم وضعیت را بهتر کنیم، حتی وقتی قادر نباشیم مشکل را کاملا برطرف کنیم. مگان دیواین. بخش اول. وضعیت همانقدر که فکر می کنید مسخره است. فصل اول: واقعیت فقدان. فصل دوم: نیمه دوم جمله. چرا گاهی کلمات آرامش بخش احساس بدی منتقل می کنند؟ فصل سوم: مشکل از تو نیست، از ماست.
الگوهای سوگواری ما معیوب است. فصل چهارم بیسوادی عاطفی و فرهنگ سرزنش. فصل پنجم قالب جدید سود. اما فصل اول واقعیت فقدان. بیش از همه مایلم بدانید که حقیقتا این وضعیت به همان اندازه که فکر میکنید بد است. مهم نیست بقیه چه میگویند. این وضعیت مزخرف است. اتفاقی که افتاده دیگر جبران شدنی نیست. آنچه از دست رفته است بر نخواهد گشت. اینجا درون این حقیقت هیچ چیز زیبایی وجود ندارد. پذیرش مهمترین چیز است. درد دارید. دردتان بهتر نمی شود. واقعیت سوگ با آنچه دیگران از بیرون می‌بینند بسیار متفاوت است. دردی در این دنیا وجود دارد که نمی‌توانید با شادی از تنتان بیرون کنید. به راه حل نیاز دارید. نیاز ندارید سوگتان را پشت سر بگذارید. شما به کسی نیاز دارید که سوگتان را بفهمد و بپذیرد. به کسی نیاز دارید که وقتی در میان وحشت سوزننده ایستاده اید و به حفره خیره میمانید که زمانی زندگی شما بوده است، دستهایتان را محکم بگیرد. بعضی چیزها را نمیتوان درمان کرد. فقط باید آنها را به دوش کشید. واقعیت سود. زمانی که مرگ ناگهانی یا حادثه ناگوار در مسیر زندگیتان رخ میدهد، همه چیز تغییر میکند. حتی وقتی انتظارش را دارید، مرگ یا فقدان همچنان غافلگیر کننده است. دیگر همه چیز متفاوت می شود. زندگی که انتظارش را داشته اید ناپدید می شود و دود می شود و به هوا می رود. دنیا بر سرتان خراب می شود و دیگر هیچ چیزی منطقی به نظر نمی رسد. زندگی عادی بود و حالا هرچه هست عادی نیست. مردمی که پیش از این عاقل بودند حالا برای شما شعار می دهند و نصیحتتان می کنند و سعی می کنند شادتان کنند. سعی می کنند دردتان را از شما دور کنند. فکر نمی کردید این گونه باشد. زمان متوقف شده است. هیچ چیز واقعی به نظر نمی رسد. ذهنتان نمی تواند جلوی تصویرسازی مجدد رویدادها به امید نتیجه متفاوت را بگیرد. دنیای معمولی و روزمره که دیگران هنوز در آن ساکنند در نظر شما بیرحم و ظالمانه است. نمی توانید چیزی بخورید یا هرچه به دستتان برسد میخورید. نمی توانید بخوابید یا تمام وقت میخوابید. هر وسیله‌ای در زندگیتان برایتان مصنوعی می شود. به نمادی از زندگی آنطور که بود و آنطور که می توانست باشد تبدیل می شود. در اطرافتان جایی نیست که این فقدان لمسش نکرده باشد. در این مدتی که از مصیبت وارده به شما می‌گذرد، همه جور حرفی درباره سوگواریتان می‌شنوید. او نمی‌خواهد اینقدر ناراحت باشی. هر اتفاقی دلیلی دارد. حداقل این مدت او در زندگیت بوده است. تو قوی و باهوش، دانایی و از پس این مصیبت برخواهی آمد. این تجربه تو را قوی‌تر می‌کند. یا همیشه می‌توانی دوباره تلاش کنی و یک شریک دیگر در زندگیت داشته باشی. یک بچه دیگر بیاوری و راهی بیابی که دردتان را به چیزی زیبا و مفید و خوب تبدیل کنی. شعار و شادباشگویی دردی را دوا نمی‌کند. در واقع این نوع حمایت فقط باعث می‌شود احساس کنید کسی در دنیا شما را درک نمی‌کند. این درد مانند بریدگی کوچک با کاغذ که نیست، بحران شخصیتی که نیست. لازم نبود این اتفاق بیفتد که بفهمید چه چیزی مهم بوده که هدف زندگیتان را پیدا کنید. یا حتی برای اینکه بفهمید کسی واقعا و عمیقا عاشقتان است. تنها راه پیش رو گفتن حقیقت در مورد سوگ است. فقدان شما واقعا همانقدر که فکر میکنید بد است و مردم هر قدر هم تلاش کنند واقعا به همان بدی که فکر میکنید به فقدان شما واکنش نشان میدهند. شما دیوانه نیستید. اتفاقی دیوانه کننده رخ داده است و شما نیز مانند هر شخص عاقل دیگری به آن واکنش نشان داده‌اید. مشکل کجاست؟ بیشتر چیزهایی که امروزه حمایت از غمزدگی دانسته می شود اصلاً مفید نیستند. از آنجا که درباره فقدان صحبت نمی کنیم، بیشتر مردم و بسیاری از افراد حرفه‌ای معتقدند
سوگ و فقدان نوعی ناهنجاری و انحراف از زندگی عادی و شاد است. ما بر این باوریم که هدف از حمایت از سوگوار، چه به صورت شخصی چه به صورت حرفه‌ای، از بین بردن سوگ و رهایی از درد است. سوگ چیزی است که باید هر چه سریعتر از آن خارج شویم. تجربه مایه تأسف اما گذرا که بهتر از حل و فصلش کنیم و پشت سر بگذاریمش. به خاطر همین باورهای غلط است که بسیاری از مردم سوگوار احساس می‌کنند تنهایند و در نهایت سوگ به حال خود رها شده‌اند. سوگ جای اظهار نظر و اصلاح بسیاری دارد. خیلی‌ها احساس می‌کنند که صحبت نکردن در مورد آنچه دردناک است راحت‌تر است، چون در مورد واقعیت فقدان صحبت نمی‌کنیم. بسیاری از افراد سوگوار گمان می‌کنند آنچه برایشان اتفاق افتاده است عجیب و غریب و نادرست است. سوگ هیچ ایرادی ندارد. سوگ امتداد طبیعی عشق است، پاسخی سالم و عاقلانه به فقدان. اینکه سوگ حس بدی به همراه دارد باعث نمی شود بد باشد. اینکه شما احساس می کنید دیوانه شده اید دلیل نمی شود دیوانه باشید. سوگ بخشی از عشق است. عشق به زندگی، عشق به خود، عشق به دیگران. آنچه شما زندگی می دانید هر قدر دردناک باشد اسمش عشق است و عشق واقعاً دشوار است. گاهی حتی عذاب‌آور است. اگر قرار است این تجربه را بخشی از عشق بدانید باید دیگر درباره آن با عبارات واقعی صحبت کنیم، نه با اصطلاحات آسیب شناسی و نه با امید واهی به اینکه در نهایت همه چیز خودش خوب می شود. سوگی ورای سوگ معمول. زندگی روزمره سوگ و فقدانهای زیادی را بر ما تحمیل می کند. هنوز کارهای انجام نشده بسیاری وجود دارد در راستای شنیده شدن صدای هر کدام از ما، در راستای ارزش‌دهی و احترام به رنجی که در قلب‌هایمان داریم و فقدان‌هایی که با آن مواجه می‌شویم. منتها بحث این کتاب در مورد فقدان‌های عادی روزمره نیست. زخم‌هایی در زندگی وجود دارد که آسیب می‌زند، آسیب‌های بی‌اندازه که در نهایت می‌توان بر آنها پیروز شد. بسیاری از مشکلات با خودشناسی و سخت‌کوشی تغییر ماهیت خواهند داد. به قول طرفداران یونگ، در پس هر سخت‌کوشی در زندگی گنجی نهفته است. اما این از آن زمانها نیست. این یکی از آن روزهای سخت در کار نیست. این صرفاً به دست نیاوردن آنچه واقعاً و عمیقاً می‌خواهید نیست. از دست دادن چیزی زیبا نیست که شاید آنچه در عوض به دست می‌آورید بیشتر به صلاح شما باشد. عمل تغییر ماهیت در اینجا مصداق نمی‌یابد. فقدان‌هایی وجود دارد که جهان را از نو می‌سازد. مرگ‌هایی که دید شما را نسبت به همه چیز تغییر می‌دهد. سوگی که جهان شما را از هم می‌پاشد. درد و رنجی که شما را به دنیای دیگر می‌برد، حتی در حالی که دیگران همه گمان کنند واقعاً چیزی تغییر نکرده است. وقتی از فقدان و سوگ می‌گویم در مورد چیزهایی فراتر از آنچه نظم طبیعی می‌دانیم صحبت می‌کنم. بحث من در مورد حوادث و بیماری‌ها، بلایای طبیعی، فجایع انسانی، جنایات خشونت‌آمیز و خودکشی هاست. در مورد فقدان‌های ناگهانی و نابهنگام و غیرعادی صحبت می‌کنم که هرچه در این کتاب پیش می‌روم بیشتر و بیشتر عادی جلوه می‌کنند. از شکست‌های غیر آشکار حرف می‌زنم، دردهایی که هیچ کس نمی‌خواهد درباره‌شان صحبت کند یا حتی هیچ کس نمی‌خواهد در مورد آنها بشنود. بچه‌ای که چند روز مانده به تولدش بدون علتی شناخته شده می‌میرد. ورزشکار جوان و با انگیزه‌ای که پس از شیرجه زدن در استخر فلج از آب بیرون می‌آید. زن جوانی که شوهرش تصادفاً در یک حادثه سرقت ماشین جلوی چشمانش تیر می‌خورد. همسری که زیر موجی خروشان ناپدید می‌شود. زن فعال و تندرستی که در حین معاینه عادی پزشکی متوجه می‌شود سرطان دارد و همسر و پسر جوان و دوستان بیشمارش را در عرض چند ماه پس از شنیدن این خبر ترک می‌کند. جوان 20 ساله‌ای که هنگام همکاری در مأموریتی بشردوستانه در امریکای جنوبی با اتوبوس تصادف می‌کند. خانواده‌ای که در حال گذراندن تعطیلات در اندونزی با سونامی مواجه می‌شود.
جامعه‌ای بهت زده که در جنایتی متعصبانه دوستان و خانواده‌هایشان را از آنها ربودند. کودکی که بر اثر ناهنجاری‌های ناگهانی در استخوان‌هایش از بین می‌رود. برادری که سر صبحانه صحیح و سالم بوده ولی موقع نهار دیگر نیست و مرده است. دوستی که متوجه مشکلاتش نشدید تا وقتی خودش جان خودش را گرفت. شاید دلیل حضور شما در اینجا فوت کسی باشد. من که به علت از دست دادن کسی اینجا هستم. شاید دلیل اینجا بودنتان تغییر برگشت ناپذیر زندگی به واسطه تصادف، بیماری، جرائم خشونت‌آمیز یا جبر طبیعت بوده باشد. آه که چقدر زندگی گاهی تصادفی و شکننده است. ما در مورد شکنندگی زندگی صحبت نمی‌کنیم. اینکه چطور ممکن است لحظه‌ای همه چیز عادی باشد و لحظه‌ای بعد کاملا تغییر کند. هیچ کلامی، هیچ زبانی و هیچ ظرفیتی برای مواجهه و کنار آمدن با این موضوع نداریم. چه با هم و چه به تنهایی. از آنجا که درباره این مورد صحبت نمی‌کنیم. وقتی بیشترین نیاز به عشق و حمایت را داریم، عشق و حمایتی پیدا نمی‌شود. آنچه در دسترس است به مراتب دورتر و کمتر است از آنچه ما نیاز داریم. حقیقت سود با آنچه دیگران از بیرون می‌بینند یا حدس می‌زنند تفاوت دارد. توضیحات پیش پا افتاده و شعار در اینجا کارساز نیست. برای هر چیزی علتی وجود ندارد. هر فقدانی را نمی‌توان به چیز مفیدی تبدیل کرد و هر اتفاقی که می‌افتد بخش مثبت و روشنی در خود ندارد. باید شروع کنیم به صحبت کردن و گفتن حقیقت در مورد این نوع درد، درباره سود، عشق و فقدان، چرا که حقیقت همین است که به هر طریق دوست داشتن یکدیگر به معنی از دست دادن یکدیگر است. زنده بودن در چنین دنیای فانی و شکننده‌ای سخت است. قلب‌هایمان جوری شکسته می‌شود که دیگر نمی‌توان ترمیمشان کرد. دردی به وجود می‌آید که جزء لاینکف زندگیمان می‌شود. باید یاد بگیریم که چگونه تحملش کنیم. چگونه درون آن از خودمان مراقبت کنیم و چگونه از یکدیگر مراقبت کنیم. باید بدانید چگونه اینجا زندگی کنید. جایی که ممکن است در هر لحظه و برای همیشه زندگی را که می‌شناسیم تغییر کند. لازم است کم کم در مورد این واقعیت زندگی صحبت کنیم. واقعیتی که همان واقعیت عشق است. دوام آوردن. اگر به خودتان آمدید و دیدید اینجایید، در این زندگی که خودتان آن را نخواسته اید، در این زندگی که پیش بینیش نمی کردید، متاسفم. نمی توانم بگویم که نهایتاً همه چیز درست و حل خواهد شد. حال شما خوب نیست و شاید هیچ وقت هم حالتان خوب نشود. هر سوگی که بر دوش می کشید مهم است. بپذیرید که چقدر بد است، چقدر سخت است. واقعا هراسناک و وحشت انگیز است و دوام آوردن در آن غیر ممکن. این کتاب در مورد بهبود شما یا بهبود سوگ شما نیست و نیز در مورد بهتر کردن حال شما یا برگرداندنتان به حالت عادی زندگی نیست. این کتاب درباره نحوه زندگی کردن شما درون فقدانتان است. اینکه چطور آنچه بر دوش میکشید بهبود پذیر نیست. اینکه چطور دوام بیاورید. اگرچه فکر کردن به اینکه میتوانید از چیزی چنین وحشت انگیز جان سالم به در ببرید خود فی نفس آزاردهنده و وحشت انگیز است. حقیقت این است که به احتمال زیاد دوام خواهید آورد و جان سالم به در خواهید برد. دوام آوردن شما در این زندگی پس از فقدان گام یا مرحله ای را طی نخواهد کرد یا با چشمانداز و دیدگاه شخص دیگری در مورد نحوه ادامه زندگی شما همتراز نخواهد شد. دوام آوردن در جوابهای ساده و پشت گوش اندازی و نادیده گرفتن زندگی از دست رفته‌تان و وانمود کردن به اینکه واقعا آن را نمیخواستید به دست نخواهد آمد. برای دوام آوردن در راستای یافتن زندگی حقیقی باید با گفتن حقیقت شروع کنید. بله، واقعا به همان اندازه که فکر میکنید بد است. همه چیز به همان اندازه که فکر میکنید واقعا غلط و عجیب است. اما وقتی از اینجا شروع کنیم میتوانیم کم کم در مورد زندگی سوگوارانه صحبت کنیم. در مورد زندگی درون عشقی که به جا مانده است. چگونه از این کتاب استفاده کنید؟
کتاب پیش رو به 4 قسمت تقسیم شده است. واقعیت فقدان. با سوگمان چه کنیم؟ دوستان و خانواده و مسیر رو به جلو. در حین مطالعه کتاب با گزیده‌ای از نوشته‌های دانشجویان دوره‌های سوگتان را بنویسید مواجه خواهید شد. گفته‌های آنها اغلب حتی بیشتر از گفته‌های من جنبه‌های چالش برانگیز و چنگانه سوگ زندگی را صادقانه و آشکارا نشان می‌دهد. اگرچه کتاب به نوعی به صورت خطی پیش می‌رود، هر جا خواستید به دیگر قسمت‌ها مراجعه کنید. درست مثل سوگ که هیچ روش قطعی و درستی برای بررسی آن وجود ندارد. به خصوص در فقدان تازه وقوع یافته که میزان درک فرد از اطرافش محدودیتی دارد. حتی اگر قبل از فقدان دقت و تمرکز زیادی داشتید، سوگ آنها را به شکل قابل توجهی کاهش می‌دهد و مسائل را به بخش‌های قابل کنترلی تقسیم می‌کند. در بخش دوم بیشتر درباره چگونگی تاثیرگذاری سوگ در مغز و بدن شما صحبت می‌کنیم. بخش اول کتاب در مورد فرهنگ سوگ است و اینکه چگونه به دردهایی مثل درد شما می‌پردازیم. این بخش در ریشه‌های تاریخی بیسوادی عاطفی و تفاوت‌های زیاد ما در مواجهه با واقعیت‌های درد می‌کاود. این بخش نگاهی بازتر به فقدان می‌اندازد، نگاهی به ظاهر سوگ و عشق وقتی با دید وسیع‌تری بررسی شوند. اگر دنیایتان به تازگی از هم پاشیده است، چرا باید این نگاه بازتر برایتان مهم باشد؟ چرا باید برای دانستن اینکه مردم این دنیا چقدر از نظر عاطفی بی‌سوادند وقت بگذارید؟ خب حق با شماست. درک فرهنگی سوگ در آن روزهای نخست واقعا مهم نیست. مهم این است که بدانید فقط شما نیستید که حس می‌کنید. تمام جهان مایوستان کرده است. بحث در مورد نحوه برخورد با سوگ در این فرهنگ کمکتان می‌کند کمتر احساس تنهایی کنید. این بحث می‌تواند مهر تأییدی بر تفاوت مسخره بین واقعیت شما با واقعیتی که دیگران شما را مجبور به قبول آن می‌کنند بزند. تفاوت بین آنچه جهان خارج به آن باور دارد و آنچه شما می‌دانید. واقعیت دارد یکی از سخت‌ترین جنبه‌های سوگ است. اولین روزهای پس از غرق شدن همسرم را به یاد می‌آورم که خود را مجبور می‌کردم به بیرون رفتن از خانه، رفتن بین دیگران و بیرون آمدن از دنیای خود. با موهای آشفته و پریشان، گونه‌های گود رفته و لباس‌های نامتناسب. به چشم تمام جهان مثل زنی بی خانمان بودم و با خودم حرف می‌زدم. سعی می‌کردم ادامه دهم با انجام دادن آنچه معقول و معمول و مورد انتظار بود. مثل خرید مواد غذایی، پیاده‌روی، بردن سگ، دعوت دوستان برای نهار، سرتکان دادن برای کسانی که به من میگفتند همه چیز درست میشود. گرفتن جلوی زبانم و مؤدب ماندن وقتی روانپزشک پشت روانپزشک به من گفتند که باید سریعتر از مراحل سوگ بگذرم. در تمام این مدت درون من و در کنار من توده‌ای از درد فریاد میزد و از روزه میکشید و جیغ میکشید و این آدم عادی و معمولی را تماشا میکرد و معقول و مؤدب بود، طوری که انگار همه چیز خوب است، انگار آنچه با آن زندگی میکردم آنقدرها هم بد نیست، انگار ترس و وحشت را میتوان با رفتاری قابل قبول مدیریت کرد. میتوانستم در همه چیز خطا را ببینم. میدانستم تمام آدم‌های منطقی که درباره مراحل سوگ با من صحبت میکردند در مورد اینکه باید خودم را از میان درد رد کنم تا به چشم‌انداز برتری از بهتر شدن برسم و تمام کتاب‌هایی که راه رهایی از درد را به سادگی بالا رفتن از آن نشان می‌دادند چرند است. وقتی این فکرم را به زبان آوردم تنها باعث شد برچسب کله شق به من بزنند و بگویند در برابر درمان مقاومت می‌کنند. حاضر بودم همه چیز را بدهم تا واقعیتم را به خودم نشان دهم. حمایت از سوگوار به نوعی مثل لباس جدید پادشاه در دنیای رابطه هاست. کسی که دردمند باشد می‌داند آنچه حمایت به حساب می‌آورند واقعاً چیزی نیست و هیچ تأثیری ندارد.
در حالی که افراد خیرخواهی که از سوگوار حمایت می‌کنند به تشویق‌های توخالیشان ادامه می‌دهند و شعارهای قدیمی می‌دهند. می‌دانند حرف‌هایشان به هیچ وجه کمک نمی‌کند. همه این را می‌دانیم و در عین حال هیچ کس چیزی نمی‌گوید. چقدر بی‌ربط است که طوری در مورد سوگ صحبت کنیم انگار عملی فکری است، چیزی که بشود به سادگی از ذهن دورش کرد. هوش که کلمات را تنظیم می‌کند و دستور به پیروی از مراحل یا گام‌ها یا رفتارهای معقول می‌دهد، بر روی سطحی کاملا متفاوت از قلب تازه شکسته قرار دارد. سوگ به دل آدم مربوط است، نه به منطق. فریادی که در مرکز سوگ قرار دارد از ته دل و واقعی است. همان عشق در وحشی‌ترین و آزادترین شکل خود است. بخش اول این کتاب به بیمیلی فرهنگی و تاریخی ما برای داشتن این حس وحشی می‌پردازد، اگرچه تغییری درون فقدان شما ایجاد نخواهد کرد. اما شنیدن تجارب شخصی خودتان در برابر فرهنگی گسترده‌تر و شکسته می‌تواند به نحوی به جابجایی مسائل کمک کند. بخش دوم کتاب مربوط است به کارهایی که می‌توانید در دوران سوگواریتان انجام دهید، نه برای بهتر کردنش، بلکه برای ایستادگی و مقاومت زندگی که شما را موظف کرده‌اند از سر بگذرانید. اینکه نمی‌توانید سوگتان را اصلاح کنید به این معنا نیست که در دوران سوگواریتان هیچ کاری نمی‌توانید انجام دهید. هنگامی که تمرکز را از رفع درد به مرهم گذاشتن بر آن تغییر می‌دهیم، جهانی از حمایت به روی ما باز می‌شود. اعتبار بخشی به بحث آزاد درباره واقعیت‌های سوگ باعث می‌شود همه چیز متفاوت باشد، حتی زمانی که نمی‌تواند آنها را درست کند. این بخش به رایج‌ترین جنبه‌های سوگ که کمتر درباره‌شان بحث شده می‌پردازد، از جمله تغییرات ذهنی و فیزیکی شدیدی که همراه با فقدان به وجود می‌آیند. همچنین تمریناتی وجود دارد برای کمک به مدیریت استرس‌های غیر ضروری یا اجتناب ناپذیر، بهبود خواب، کاهش اضطراب، مقابله با تصاویر تکراری و ناخوانده مربوط به فقدانتان و پیدا کردن روزنه‌هایی از آرامش در جایی که مسائل اصلاً بهتر نیستند، اما بر دوش کشیدن آنها به نوعی آسان‌تر است. خب دیگه زمان به من اجازه نمیده که بیشتر از این کتاب زیبا رو برای شما بخونم. حتما این کتاب رو برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا بحث بعدی، خدا نگهدارتون.